البته تشکیل کردن چنین یک کمیسیون کار خوب است، ولی مسئله فقط از تشکیل کردن یک کمیسیون عبارت نیست. مسئله این است که باید حقوق بشر در تاجیکستان رعایت شود. من فکر میکنم که برای رعایت شدن حقوق بشر پیش از همه صداقت و اراده قاطع مقامات لازم است که برای رعایت کردن حقوق بشر آن ظاهر کرده شود. اگر همین گونه اراده، همین گونه صداقت نباشد، من فکر میکنم اگر چنین کمیسیون ها و نهادها 10 تای دیگر هم تشکیل شود، ولی حقوق بشر در کشور ما باز هم نقض کرده میشد. من فکر میکنم که اگر خود همین صداقت و اراده موجود باشد، حتی ما میتونیم که در سطح وزارت داخلی هم برای رعایت شدن حقوق بشر موفق شویم. این کنستیتوسیا خب موافق باب دیوم حقوق آزادی و آزادی حقوق شهروند خب ارزش عالی دارند و با فکر بنده البته قانونی مذکور در بین جامعه موقع خود را دارد و حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان طبق کنستیتوسیا رعایت کرده می شود و با فکر من ارزش عالی دارد. هر کمیسیون مذکور است که تشکیل شده، کمیسیون مذکور من خدا خبردار نیستم، لیکن اگر تشکیل شده باشد ممکن برای رعایت و حفظ حقوق انسان خیلی سهم می‌آورند بگذارند. هرچند مسئولین دولتی میگویند که وضع حقوق انسان در تاجیکستان سال تا سال بهتر شده ایستاده است، ولی ما میبینیم که برعکس نگرانی ها از جانب شهروندان، از جانب جامعه شهروندی، از جانب سازمان های بین المللی که همین مسئله را نظارت میکنند زیاد شده ایستاده است. فکر میکنم که در صورت تشکیل چنین یک کمیسیون برای ارزیابی های حقوق شهروندان، اگر در هیئت همین کمیسیون نمایندگان جامعه شهروندی داخل شوند و آن شفاف گذرد، من فکر میکنم که این تا یک اندازه تاثیر میرساند. تاجیکستان دولت دنیای دموکراسی است. هیچ کس رو به یگان کار مجبور کردن لازم نیست، چون که تاجیکستان دولت اجتماعی است. با عقیده من این هم مشاهده در شهرها که حقوق آنها از طرف مقامات حفظ حقوق حمایت و دستگیری میشوند.